خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سیما اسحاقی شمس‌آبادی هستم، طراح و ایده پرداز گروه دالسین، کارگروه تخصصی دختران سیروس. ما چند تا رشته رو انتخاب کردیم از رشته‌های صنایع‌دستی که بیایم این رشته‌های صنایع‌دستی و هنری رو به صورت کاربردی وارد مجموعه‌های گردشگری بکنیم. قدیمی‌ترینش گلدوزی بود که وارد بخش پذیرایی کردیم. از سالها فعالیت گلدوزی بالاخره با تیمی دارم همکاری میکنم که جوونا هستن. منم لذت میبرم از این کار گلدوزی خودم. ما گلدوزی رو وارد دوخت و دوست کردیم و یک خیاط ماهر استخدام کردیم که بسیار حرفه‌ای هستن در کار. منم از اینکه تونستم توی یک کار تیمی کنار دوستای ناقم خیاطی رو با گلدوزی ترکیب کنیم و چنین اثر هنری رو خلق کنیم. از چندین هنرمند گلدوز استفاده کردیم. اینکه این کار گروهی رو تجربه کردم خیلی خوشحالم و برام لذت بخشه. کار گلدوزی رو خیلی دوست دارم اما دوستامو بیشتر. من کار گلدوزی انجام میدم. از اینکه کار همیشه تو خونه انجام میدم یه تجربه جدیدی برام بود. اومدم با دوستای خودم تو گروه دالسین انجام دادم، برام تجربه لذت بخش. سرامیک رو وارد کردیم، از سفال به سرامیک و تولیدات سرامیک بسیار با کیفیتی رو داریم با گروه سرامیک. سخت اما شیرین تجربه کار گروهی با دختران سیروس. خیلی خوشحالم که توی این پروژه بودم. سختی‌های خیلی زیادی داشت ولی بالاخره تونستم اوکی رو بگیرم. تجربه خیلی خوبی بود، خیلی کار شیرینی ساخت سرامیک و همکاری با ملیحه عزیز و ایده ناب سیما جان. خوشحالم که منم توی این پروژه بودم.